خب سلام دوستان بچه ها، امیدوارم حال دلتون خوش باشه. خوش اومدین با یه ویدیوی دیگه از چنل گیم با امیر. امروز که قراره تو سرور راکستار امتری به مدت 2 روز در فکشن مدیک فعالیت داشته باشه. قبل از اینکه ویدیو شروع کنیم یادتون نره که چنل آپارات یوتیوب و همینطور تلگرام ما رو دنبال کنید و اینکه تو چنل تلگرام ما کد گولد ریپر قرعه کشی ماشین هر چیزی که تو این سرور با ارزشه و اینکه نیاز شما میشه ما به صورت رایگان یا قرعه کشی به شما میدیم. اصلا به هیچ عنوان. جدی میفرمایی؟ این تو سرور راکستار امتی اکانتی نداری و میخوای وارد سرور شی، رفرار من زیر این ویدیو هست، آی پی سرورم هست، آی پی سایت همه چی هست، میتونید وارد سرور شید و این زندگی مجازی خوب رو شروع کنید. خب بچه‌ها، امروز که ما قراره بریم سرور فکشن مدیک، یعنی بریم سرور تو فکشن مدیک فعالیت کنیم. اول اینکه من یه آموزشی کلی در مورد فکشن بهتون میگم و اجازه رو نشونتون میدم جریان چه قراره، و اینکه تا اگر خواستین وارد فکشن شید و زمان آینده بهتون آموزش میدن دیگه زیاد فکشن براتون سخت نباشه. خب اینجا میتونید HQ مدیکه، تقریبا اینجا دیگه وسط شهر میشه HQ مدیک. بچه وارد HQ شیم، ببینیم HQ شالا بهتون نشون میدم. بچه HQ شامل پارکینگ میشه و اتاق عمل میشه و همینطور اتاقی که دیوتی میکنید حتی بالا پشت ما. اینجا که من برم دیوتی کنم چند دقیقه، گفته تو بده ماشینتو ببخشید. خب بچه اول اینجا میریم دیوتی میکنیم. اینجا با CMD آیدی من یادم نمیاد داده باشید. سید من اینو بهت دادم، گفتم باید به این پیام بدی. خب داخل تلگرام باید به این پیام میدادی، به این که پیام دادی یک لینک گروه میداد بهت، داخلش باید جوین میشد. و همینطور که اینجا باشه اتاق عمله، یعنی اینجا اگر کسی خونش کثیف باشه میتونین بیاین اینجا به قول معروف چی میگن که به قول معروف اینجا چی کنه، خونش رو تصفیه کنه. خب اینجا اتاق عمله، اونجا که اتاق دیوتی بود و اینکه اینجا بالا پشت بومه. اینجا بالا پشت بوم فکشن رو میبینین، جای هلیای حالا سر آپدیت خفنی که سرور داده به فکشن مدیک. هلیکوپترها تو گاراژ هستن و اگر بزنید میتونین چی کنید دیگه، بالاخره از گاراژ اسپان میشه اینجا و شما برمیارن. خیلی خوب بگذاریم بریم که بچه ها گاراژ هم بهتون بگیم که گاراژ هم بهتون نشون بدیم چه ماشینایی دار رو و چطوریه، رنگ بندی ماشینا براتون توضیح بدم و دیگه بریم و بریم سراغ فعالیت. خب بچه ها اینجا که میبینید اینجا حیات فکشنه، قسمت تخت داره دیگه. اینجا پارکینگ یه پنل براتون باز میشه، اون آن بالانس برای رنگ 1 برای همه رنگ ها آزاده. خب رنگ موتور فکر کنم از رنگ 2 به بالا یا 3، ولی فکر کنم رنگ 3 یاماها و خود 750 الای که موتور 750 الای برای رنگ 3 BMW هم که کلا برای آرپیاس اصلا 20 اجازه نمیشه و اتوبوس داره و فورد رپتور هم که برای به قول معروف رنگ 4. خیلی خوب آقا، ما میریم هلیکوپتر هم که فقط برای های رنگ ها استفاده میشن برای آرپی و اینطور چیزا. و اینکه زیاد حرف نزنیم بریم سراغ ادامه ویدیو. من اینجا یه ماشین اسکان میکنم، یکی از اورژانس‌ها رو اینجا برای دیدن لیست سرویس ها از CMD سرویس استفاده میکنید که حالا وارد فکشن بشین بهتون آموزش های کامل میشه. من فقط به صورت کلی میگم و رد میشم. حالا
و اینکه بعد میتونید بایندش کنید. حالا چون که من قبلا بایندش کردم دکمه شیشه صفحه میذارم، سرویس ها برام نشون داده میشن. برای قبول کردن درخواست هم از /a سرویس میزنید. حالا میگم که وارد فکشن بشه بهتون توضیح میدم. چون که من بایندش دارم، یکی از این سرویس ها رو 178 مثلا من چی میکنم، قبول میکنم که برم ریوایوش کنم. بالاخره فکشن خوبیه، پردرآمد فانتزیه. همینطور که میبینید بنده خدا فکر کنم مود یکی دیگه رو اکسپت کنیم 236 اوکی. اینجا ما فقط رم میدن، خدا رو شکر یک ذره راحت نمی کنن. و اینکه بس یه چیز بالا دیگه داره، آژیرش رو به دکمه اج بزنید آژیر ماشین روشن میشه و در موقع اخیر جای شروع میتونن آژیر بزنید. حالا اگر آرپی رو رعایت کنن میرن کنار که شما میتونید رد شید. برای ورود به فکشن مدیک هم به لول حداقل 7 نیازه که پست عضویت و یه سری قوانین میخونم. حالا من بعد از این ویدیو که چالش 2 روز با مدیک ما گذاشتیم تموم شد براتون آموزش کنترل پنل هم میذارم. این از این بابا خجالت نمیکشی رفیقتو میکشی؟ آره. خب اینجا با CMD /revive بنده خدا رو بیدار میکنه. حالا بنده خدا رو احیا میکنه. آقای ابوالفضل به من توضیح بده شما چرا جونتو کم شده؟ کی شما رو کشته؟ خواست به من تجاوز کنه، من ساختم پندم پایین مردم. آها داداش مواظب خودت باش که بهت تجاوز نشه. حالا دمون. خب آقا بریم سرویس بعدی 466. خب مثل که بنده خدا سرویس رو اکسپت کردن. خب بچه‌ها تو این فکشن شما یه دونه آیتم دارین به نام آیتم مدیک که شما تو چت /b اجازه تجهیز میزنید و اینکه سعی کنید اول داخل HQ باشید تا اینکه داخل HQ باشید و از اونجا تجهیز شروع کنید به رفتن تا مشکلی براتون پیش نیاد، بار چیزی دریافت نکنید. اگر راننده من که بسیار تا بسیار بیسته، من میرم داخل پارکینگ مدیک تا این پارت اولی فقط برای آموزش بود و پارت دوم که میشه پارت آخر ما دیگه به طور خلاصه فکشن رو به طور جامع میبینیم چطوریه. خب بچه اول تو چت /b اجازه تجهیز میزنید تا منتظر میشید که های رنگ جواب بده یا بگه که برو آقا. و اینجا با استفاده از CMD /تجهیز تجهیز رو بعد شروع میکنید. یه نکته زمانی که تجهیز رو شروع میکنید یه مدکیت به شما میده که این مدکیت رو شما حق ندارید به کسی سل بدید یا مثلا استفاده شخصی کنید. اینو فقط سر یه تایمی های رنگ ها براتون معین میکنن، شما میرید تحویل های رنگ میدید و اینکه حقوقش رو لیدر بهتون میده. تجهیز اینطوریه که یه چیزی رو برای شما یه لحظه من اشتباه میرم فکر کنم
او اشتباه دارم میرم واقعا راهو رو دارم قشنگ اشتباه میرم. آره من ریپیر دارم، یه ریپیر بزنیم به ماشین خورده دمیجش فیکس نترکه وسط ای کلش بچه رانندگی من خیلی خوبه. افسری که به میگه آقای نام داده بنده خدا خیلی تلاش کرد که من رانندگی خوب باشه، ولی خب دیگه چیزی نشده بشه. آره ترسام هر ضربه ای خوردم هر چیز Salutare, sunt Roy Eugen și voi ascultați Radio Prohit România. بذار بیدار بشم و ببینم همه چی واقعیه و تو به ما نگاه کردی. طرف حساب دلت منم، بذار بهت روک بگم باید عاشق خودم باشی، حتی شک نکنی یکم منو یه روز نبینی، تو مسیر نگام نشینی، تموم دنیا برام دیگه بی معنیه خنده هام، در حد یه عادت میخوام که نباشه احساس ما دوتا باید خب بچه اینجا با مدکیت رو دریافت کنید، برای که الان باید بریم داخل همون بیمارستان شهر الویل یه بار تجهیز رو برسونیم و در نهایت مدکیت رو دریافت کنیم. و اینکه این مدکیت یعنی تجهیز رفتن هر ساعت هر 2 ساعت یک بار میتونیم برید که بار اول یه دونه مدکیت بهتون میده، بار دوم 3 تا، بار سوم 4 تا، همینطور رو به بالا دیگه. هرچند خودتون فعالیت کنید حقوقتون بیشتره و پوینت خاصی از طرف لیدر یا هایرنگ های فکشن ساب لیدر یا لیدر دریافت. با تو بگذرن روزم میبینم تو رو حتی تو خواب و تو رویا، تو فکر تو میرم از عشق تو جون میگیرم، به خاطر تو میمیرم، تو پر کردی دنیامو، اگه تو فکر من باشی نمیذارم که تنهاشی، تو زیبایی مثل نقاشی همونی که میخوام، عشقم جونم قلبم عمرم کنار تو میمونم، وقتی غمگین میشی بازم لباتو میخندونم، حالم خوبه وقتی قلبم به قلب تو نزدیکه، خوشم میاد وقتی فاصله بین ما یه مرزه
تو با کی بگم از احساساتم، رو ابرا میرم وقتی باهاتم، از ته دلم میخوام که با تو بگذرم رو. به ما من وسط ویدیوم حله، ویدیو تمام شد میام. ویدیویی؟ آره. ویدیو چیه؟ همین بعد بهت میگم حله. نمیگم چیزی میخوای افتیتی کن برو تو. نه اکتیویتی ندارم، فکشن ویدیو میگیرم گفتم بهت میگم. خب آقا این پارت اول فقط به شخصا آموزش بود و اینکه فقط اومدم بهتون نشون بدم که ببینم ببینید که فکشن مدیک چه قابلیت داره، چه کارهایی میتونین توش بکنین و اینا. تو پارت بعدی فکشن رو به صورت جامع تر میبینید با فعالیت عادی تر. خیلی خوب، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.